سلام ترامت بنده عزیز، قرار است امروز با هم یاد بگیریم که چطور میتونیم یک انیمیشن یا فریم یا امی صفحه از این صفحه در این صفحه که میریم مانند از این ببینین از صفحه به صفحه مثلا یک انیمیشن یا ترانزیشن مثلا خوبتر اینجا ایجاد کردیم. اینمی ترانزیشن ما چطور میتونیم علاوه کنیم در OBS قرار است با هم یاد بگیریم. ساخت خود این انیمیشن نیاز به برنامه‌های ویدیو ادیتور داره مانند پریمیر یا افتر افکت. امروز بالای زو بحث نمیکنیم، ما صرف اینجا میگیم چطور میتونیم الغا کنیم این انیمیشن ها، چون ما قبلا توسط کدام برنامه ساخته باشیم یا که خریداری کرده باشیم از اینترنت یا کسی برای ما تحفه داده باشه. سه تا از این انیمیشن ها رو برای شما آماده کرده ماندیم. شما میتونین لینکش بگیرین دانلود کنین و استفاده کنین. خواستین در او کدام تغییرات بیارین یا برنگش یا با لوگویتون اضافه کنین یا نامتون اضافه کنین، برای ما یک پیام بگذارین در زیرش، باز ما براتون جور کرده دوباره براتون لینک میگذارم. در قدر اول ما نیاز داریم که انیمیشن های خود آماده کرده باشیم و از قبل در کمتر ما باشه خریداری کرده باشیم مانند اینجا. من سه دونه انیمیشن ها از قبل آماده کرده مانده و اینا رو بر شما رایگان میگذارم، میتونین دانلود کنیم. و لوگوی خود اینجا رسوم میکنم، به لوگو براتون میمونم. خوب بله ایرم ببینیم و بیان که با هم ببینیم که چطور میتونیم ایره اضافه کنیم در OBS. قسمت اول میایم ما شما در این قسمت سین ترانزیشن این کنترل است که این آپشن هست در این قسمت و در این قسمت ما میایم از اینجا ما قسمت که آیکانه که پلاس یا مثبت کلیک میکنیم صفحه باز میشه. از این صفحه ما دیگه کار نداریم سلایدش، میایم استنگره میگیریم اوکی میگیم و میگه یک نام بگذار. ما یک نام میگذاریم مثلا 34 و دوتون هر نام میگذاشتین. بعد این صفحه بر ما باز میشه. ما باید همون ویدیو خود علاوه کنیم که این دو میگیریم از قسمت و مهمترین از همه از این است که ترانزیشن پوینت تایپ باید ما تعیین کنیم و ترانزیشن تایپ باید تعیین کنیم. همین تایم فریم میمانیم، فریم نه تایمش میگذاریم و از این میلی سکند ما باید سیر تغییرات کنیم چون مطابق هر کامپیوتر فرق میکنه. کامپیوتر ما با یک نواز، کامپیوتر شما با دیگه نواز، مطابق مو قدرت تواناییش که رمش چقدر گرافیک چقدر فرق میکنه. و مثلا ما اینجا پریویو میگم ما نمیشه خدا میبینین بکنم که فکس شد از آبی میره. اگر یعنی میشن تون سخت نکرد شما میتون یاددار تغییر بتون تغییر تولد بیارن که در کدام سخت میکنه. مثلا من تغییر دارم من میشه نمیبینه از بستایی میرم در آبی باز میشه این قسمت که کم باز میشه. اوکی میگیم من میجه میبینیم من میشه میبینید که درست نشده. این میشه یک صفحه یک با میمونه دیگه یک بسیار دقیق شد میبینید پیش میبینید. باید ما تعیین کنیم که در کدام اندازه اینجا ما عدد درج کنیم که همون میلی سکند پر کنه. مثلا اینجا ما حد نکنم فعلا 450 میبینم که حاله درسته نه هنوز هم درست نشده. حالا صد میریم ببینیم درست ریویو میگه حالا یک ذره خوبتر شد. بسیار کم به این قسمت سک مشاهده کنی یا آبی یا پسته میمونه این قسمت هواه. باید میریم بازم تغییر میتیم مثلا 850 میکنیم شه. فعلا بهتر شد. میریم میشه خود چک میکنیم میبینیم صفحه تغییر میتیم. خب به این سادگی میتونیم که ما انیمیشن علاوه کنیم و اگر زمان بخوایم که تغییرات بریم چی تو تغییرات میتونیم آورده. بعدا میریم دمی اینجا جای سین ترانزیشن انتخاب میکنیم و از این قسمت نام همو ترانزیشن که ما علاوه کرده بودیم میریم خیلی نام دارم میبینید کات است، فید است، رومین است، استیگر است، دو 34 است. از همی هر نامی که بود همون رو انتخاب میکنید تغییرات میاریم. وقتی که انتخاب کنید نامش دی بالا نشته میشه و پس بعدا میایم در قسمت 3 نقطه انتخاب میکنیم پراپرتیز میگیم. پراپرتیز گفتیم ببینید همون ویدیو ما که حد کرده بودیم ما میخوایم یک ویدیو شاد کنیم مثلا ویدیو 3 را میخوایم یاد کنیم. یک اضافه کردیم در اینجا ویدیو 3 را چک میکنیم که همین ویدیو ما صحیح است. فکس است ببینید اوکی میگیم ایرم
میایم چک میکنیم دوباره که همین تنظیماتی که دارم درست است یا نه. با این سادگی توانستیم که ما انیمیشن خود علاوه کنیم با OBS. من لینک ارسی ویدیو رو میگذارم در دیسکریپشن، شما میتونید اونجا دانلود کنید. اگر کنم سوال داشتین میتونید کامنت کنید. اگر میخواستین که لوگوتون اضافه کنید رنگ انیمیشن رو تغییرات بیاره برای ما پیام بگذارید، ما براتون تغییر میتونم.